سلام. همیشه راجع به محافظ و تعمیرش صحبت کردیم ولی نگفتیم این محافظات چطوری کار میکنه. یعنی چجوری تشخیص میدی که ولتاژ الان زیاده، کمه یا در سطح مناسبیه. تو این ویدیو میخوایم راجع به چگونه کار کردن محافظها صحبت کنیم. ولی قبلش پیشنهاد میکنم که کانال تعمیر بردم سابسکرایب کنید دیگه. اونجا راجع به تعمیر انواع بردهای مختلف از جمله این محافظ خیلی با هم دیگه صحبت کردیم. خب اول بیایم دو تا محافظ رو از همدیگه جدا کنیم. ما ببینید یه سری دستگاه‌ها داریم که در واقع یه ولت مترن. اینا یه مقداری خب دیجیتال شدن دیگه، الان این صفحه روش هم در اومده. ببینید اینا یه ولت متره که دائما مثل این مولتی متر ما توی برقه و از خروجی دیجیتال اون آی سی که ولت متره نمونه میگیره، میگه که تنظیم شده تو اون میکرو کنترلر، در واقع برنامه‌ریزی شده برای این کار هست که ولتاژ رو اولا به ما نشون بده، هم بگه از چه قدری تا چه قدری مجازه که خروجی رو وصل کنه با یه رله ساده داخلش و فرمانی که از آی سی میگیره. اگر ولتاژ زیر 240 باشه و بالای 175 باشه خروجی رو وصل میکنه. خب پس این که شد یه مدار مثل هر برد دیگه ای که میکرو کنترلر داره و یه برنامه روش ریختن که آقا این کارو انجام بده. این هیچی. اینا رو باید بذاریم تو دسته مولتی مترایی که کنترل میکنن. ولی محافظا مدارشون دیگه خیلی اونقدر دیجیتال نیست، با اوپ هم کار میکنه. این مدار یه محافظ معمولیه، محافظایی که نمایشگر ولتاژ ندارن. در واقع 3 تا LED داره که چه سبزه نشون میده که تو برقه و خروجی وصله، زرد نشون میده که در حال تایمره چون اینا تو لحظه وصل نمیکنن دیگه، یه تأخیر زمانی داره. مثلا برای صوتی تصویری‌ها 2 دقیقه، 1 دقیقه. برای دستگاهی مثل یخچال باید حتما 3 دقیقه 4 دقیقه معطل کنه و بعد خروجی رو وصل کنه. و قرمز هم که نشون دهنده ولتاژ نامناسبه. بعضیا رو می‌بینین 4 تا LED داره و اون LED قرمزش 2 تاست که یکی نشون میده ولتاژ کمتر از حد نرماله، یه دونه نشون میده که ولتاژ بالاتر. یعنی باز این مدار ساده هم باید تشخیص بده که ولتاژ کمه، زیاده یا مناسبه. حالا بذارین اصلا بیاین اینجا من رو نقشه بهتون توضیح بدم، روی مدار خودش بهتون توضیح بدم. اینجا که تخته داریم بهتر میتونم بهتون توضیح بدم. نورم بزنم جایی که شما بهتر منو تخته رو ببینی. یه ذره این سیما پیچی تو دست و پام. خب بذارین روی این تخته بهتر میتونم بهتون توضیح بدم. ببینید ما یه آی سی داریم که توش چند تا اپ امپه. اپ امپ چیه؟ یک مدار تقویت کننده که کاربردهای دیگه هم داره. در واقع چند تا ترانزیستور و دیود و اینا تو هم دیگه با مقاومت تو هم دیگه است که یه مدار رو تشکیل میده و به این میگن مدار اپ امپ. توی شماتیک هم به جای اینکه دونه دونه قطعاتش رو بکشن میان این شکلی میکشنش، یعنی یه دونه مثلث که نشونه اپ امپ هاست. 2 تا سیم هم اینجا داره که مثبت و منفی تغذیه‌شه. معمولا این 2 تا بالای و پایینش رو نمیکشن و همین مثلث رو میکشن. من یکی تو مدار بخوام وصلش کنم. حالا این قطعه ما که خیلی کاربردیه و تقویت کننده است، یه استفاده دیگه هم داره که بهش میگن مقایسه گر. یعنی میاد بین 2 تا پایه ورودی مقایسه میکنه که این بیشتر از اونه، اون بیشتر از اینه یا نه 2 تاشون با هم دیگه برابرن. خب حالا این چیکار میکنه؟ میان توی یه مدار محافظ از 4 تا اپ امپ استفاده میکنن تو ساده ترین شکل ممکنش. محافظایی که حالا میکرو کنترلی ان گفتم بهتون، ولت متر اصلا داستانش فرق داره. ولی اینایی که اپ امپیان 4 تا حداقل اپ امپ نیاز داره. یه دونه اپ امپ اول میذارن. بذارین از تغذیه شروع کنیم، اینجوری راحت‌تره. از تغذیه اگه شروع کنیم، خب یه دونه ولتاژ فاز و نول میاد توی هر محافظی دیگه، برق اصلیه. و یه رله هم داریم که اگر همه چی درست بود محافظمون خوب تشخیص داد، این رله رو وصل کنه که فاز و نول بیاد تو اون 2 شاخه های خروجی، تو پریزای خروجی محافظ، اون انشابه فاز و نول که میره خروجی. اینجایی که بردمون میخواد تازه کار بکنه و ولتاژ رو تشخیص بده، میاد اول یه دونه تغذیه خطی داره که بیاد حالا آی سی رو روشن بکنه، نمایشگر روشن بکنه، نمیدونم کاری که باید محافظ انجام بده LED رو روشن بکنه، براش مصرف بکنه. که یه دونه تغذیه دارم، یه دونه هم دیود پل دارم. حالا خروجی میاد تو خازن و دیود زنر و اینا که تثبیت میشه. اما اینجا یه دونه نمونه هم میاد بیرون که با تعدادی مقاومت میاد برای نمونه گیری و اندازه گیری. از تغذیه هم که حالا همه ولتاژ اومد، یه دونه ولتاژی که ثابته رو به عنوان ولتاژ رفرنس یا ولتاژ مرجع میارن بیرون. این 2 تا رو میدن به یه دونه اپ امپ و بیشتر اوقات 2 تا اپ امپ که هم سطح بالا و هم سطح پایینو استفاده کنه. گفتم اینا مقایسه گرن. یکی دادم به پایه پایینیه، یکی دادم به پایه بالایی. اینجا هم باید 2 تا دیود بذاریم که این 2 تا رو هم دیگه تاثیر نذاره. حالا کاری نداره. این 2 تا خروجیم.
اگر ولتاژ ما 220 ولت شد 240 ولت 50 ولت از طریق این مقاومت یه اپتو که برای ولتاژ قطع بالای عمل میکنه. اگر ولتاژ کمتر از 170 180 160 170 شد 165 170 شد اون یکی که واسه ولتاژ قطع پایین عمل میکنه. در هر صورت اگر این دوتا کار نکنن میان توی یه دونه اپ امپ دیگه که برای تایمره. ببینید دستگاه محافظ رو که به برق میزنید هم لحظه وصل نمیکنه. گفتم واسه مثلا دستگاه صوتی تصویری 1 دقیقه است، واسه بعضی از دستگاه ها مثل یخچال 3 دقیقه است. میان یه اپ امپ دیگه میذارن که تایمره، یعنی یه پایه‌شو با ولتاژ رفرنس و یه خازن وصل میکنن با یه مقاومت که طول بکشه شارژ بشه. پس اگر این مشکلی رو ندید اینجا خروجی بعد از تأخیر زمانی که با این خازن و مقاومت مشخص میشه خروجی رو وصل میکنه. اما یه دونه اپ امپ دیگه هم میخوایم برای اینکه بگیم اگر این دستگاه سبز روشن نشد و رو تایمر نرفت چی کار بکنه. 3 تا LED داشت دیگه. یه دونه LED قرمز هم هست با اپ امپ آخر که اگر شرط این دوتا رعایت نشد، یعنی نه زیاد بود نه کم بود، که وصل میشه. اگه زیاد یا کم بود بیاد اون LED قرمز رو واسمون روشن کنه. در واقع با این 4 تا اپ امپ میتونیم یه محافظ ساده‌ای داشته باشیم که LED چشمک زد نداشته باشه و یه دونه LED هم برای سطح ولتاژ بالا و پایین همزمان داشته باشه. این شد مدار محافظ. حالا خرابیاش هم بهتون بگم خیلی سریع. خیلی از محافظه‌ها رو تایمر گیر میکنن، دیگه وصل نمیکنن. یعنی اپ امپ یا خازنش خراب شده. اگه اینجا روی این مقاومتی که خازن رو شارژ میکنه پتاسیمت بذاریم میتونیم محافظ رو تغییر بدیم. یعنی زمان رو اگر تغییر بدیم، محافظی که برای صوتی تصویری بود بعد 1 دقیقه وصل می‌کرد و مقاومتش رو بیشتر کنیم بعد 4 دقیقه وصل کنه، میتونیم برای یخچال هم استفاده کنیم، برای فریزر هم استفاده کنیم یا برعکس. یا اگر رله‌اش رو قوی‌تر کنیم میتونیم برای کولر گازی هم استفاده بکنیم. اینم گفتم. خیلی از مشکلات محافظای برق به خاطر این دستگاهی که من توضیح دادم به خاطر این خازنه. چون این خازن اگر ولتاژش اگه ضعیف بشه ولتاژ تغذیه ضعیف میشه، پس هر ولتاژی که از این ور نمونه بگیره رو بیش از حد میبینه. به همین خاطر همیشه قطعه. اگر محافظی داشتین که همیشه خروجیش روی سطح ولتاژ بالا یا پایین بود، پس برین سراغ این خازنه و خازن عوض کنید. بعضی محافظا هم مشکلی ندارن، تشخیص درستی میدن، ولی به محض وصل شدن رله که پرمصرف ترین قطعه از تغذیه محافظه خاموش میشه و دوباره میره روی قطع، دوباره وصل میکنه بعد تایمر، دوباره تا رله وصل شد یعنی یه تق صدا داد خروجی قطع میشه. اینجور مواقع هم برین سراغ این خازن که ضعیف شده. فقط با تعویض این خازن مشکل برطرف میشه. اگرم سبز شد و سبز موند ولی خب محافظتون خروجی نداد که دیگه مستقیما برین سراغ رله. خرابی دیگه هم اگه به ذهنتون میرسه که من نگفتم توی کامنت ها بهم بگین و یادتون هم نره دیگه کانال تعمیر برد رو سابسکرایب کنید دیگه، چون میخوایم راجع به محافظ خودمون و محافظ خارجی هم صحبت کنیم. چون این محافظات دیگه توی هیچ جای دنیا دیگه استفاده نمیشه، فقط تو ایران که نوسان برق داریم استفاده میشه.